سلام، امروز با سخنرانی آخرین بازی‌های دور گروه یورو 2024 نخست در گروه A از بازی میان شویتزاریا و آلمان شروع می‌کنیم. در این بازی میزبانان هرچند خود را شف گرفتند و به پیش می‌رفتند، ولی شویتزاریا نخست گل زدند. این دسته باز می‌توانست در گروه جای یکم گیرد، ولی فولکروگ برای آلمانی‌ها مساوی را تامین کرد و آنها از زینه یکم از گروه برآمدند. در بازی میان شتلندیا و ونگریا هم تا به آخر رفت بازی زوری بعد می رفت. هرچند شتلندیا تا به آخر با امید بودند، ولی گل یگانه ونگرها برایشان 3 گل مهم بخشید. نوابسته از این، از گروه A تنها 2 تیم اول به هشتنکنی رفتند. در پلی آف آلمان با دانیا و شویتزاریا با ایتالیا بازی می کند. در گروه بی باشد اسپانیا نتیجه 100% نشان داده توانستند. پیروزی سیم آنها مقابل آلبانیا با هیئت ذخیروی به قید گرفته شد. ایتالیا باشد وقتی بازی با خرواتیا در ثانیه‌های آخر از باخت نجات یافت و زینه دوم به پلی آف رفت. مودریچ هرچند در بازی گل هم زده باشد، ولی دستش از گروه برآمدن نتوانست و الکی به خانه رسید. اگر در مورد جای سیم خروات‌ها بگیریم، فقط آنها و ونگرها از زینه سیم به پلی آف رفتن نتوانستند. در گروه سی باشد ما با هم شاهد بازی‌های بیرنگ و نور در اجرای انگلیس شدیم. دسته ساوتگیت باز هم گل زده نتوانست و این نوبت با اسلوونیا مساوی کرد. این مساوی به گل هم برایشان اجازه داد تا با اشغال زینه اول از گروه برآیند و رقیبی بعدی آنها تیم اسلواکیا می باشد. بازی میان سربیا و دانیا هم به گل جنبت شد و دانیا به مرحله دیگر رفت. حریف نوبتی دانیا باشد آلمان است، در حالی که اسلوونیا با پرتغالیا به میدان می آید. در گروه دی ما شاهد مساوی فرانسه با پولش شدیم. 2 ضربه پنالتی از جانب لیواندوفسکی و امباپه برای تیم‌هایشان گل آورد، ولی فرانسه در گروه تنها دوم شد و پولش باشد بعد این بازی راست به خانه رفت. منتخب استرالیا خود شیری در این گروه با حساب 3-2 نیدرلند را شکست داد و در گروه دی از بالا قرار گرفت. استرالیا در پلی آف با ترکیه بازی میکنند. در گروه ای باشد از همه علم‌آور برای اوکراین شد. این دسته بعد مساوی با بلژیا و گرفتن 4 گل زینه چهارم گرفت و از گروه نبرآمد. برای دسته ریبروف این حالت سنگین گردید. رومانیا و اسلواکیا باشند با هم مساوی کرده رومانی ها در گروه یکم شدند. اکنون این دسته با نیدرلند سر به سر می شود. آخرین گروه یورو اف است که در آخری کار پرتغالیا آمده از گرجستان شکست خورد. بعد باخت با حساب 0-2 از دسته رفیقان خویچه، رونالدو دیگر نمیداند سرش را به کدام سنگ زند، ولی بر زمین پرتغالیا از زینه اول به پلی آف رفت و ترکان هم چه‌های 10 نفره را در آخر غم دادند. خلاص که همه جفت‌های مرحله هشتگ نهایی معلوم شدند و رقابت‌ها هم روز 19 میلیون دایر می‌شوند. خیر.